پس من با کی حرف زدم جناب سرهنگ؟ من با این آقا حرف زدم. با من حرف نزده. من فقط یه دونه گوشی آگهی کردم. من گوشی خواستم. من گوشی آگهی کردم. گوشی چیه؟ تلویزیون. پول ریخت منم گوشیمو براش فرستادم. تلویزیون. من گوشی آگهی کردم. برای کی فرستاد؟ این آدرس کیه؟ نه این آدرس من نیست. پس آدرس کیه؟ این شماره حساب کیه جناب سرهنگ؟ من چه میدونم شماره حساب من از کجا گیر گفت آورده؟ میفرسته نفرستاد. من پول براش ریختم. فرستادم. نفرستاد بی من خود. نمیفهمم این آقا چی میگه. چی میگی شما؟ مگه شما نگفتین اول بیانه رو بدین؟ بیانه؟ من حساب شما پول من ریختم. گفتم. پول منو بده. گوشی منو بده. من گوشی پول نخواستم. ریختی منم گوشیمو فرستادم. نفرستادی. این آقا یه گوشی صفر آگهی کرده. زنگ زدم شماره کارتشو گرفتم. جناب سرهنگ گفتیم همینجوری یه آگهی ما بریم. این آقا زنگ زد گفت آگهی تو دیدم تلویزیون صفره. گفتم زیر قیمت میدم به شرطی که همین الان پولو بریزی. شماره کارت این آقا رو گرفتم دادم به این آقا. پول رو ریخت به حساب این آقا. زنگ زدم گفتم پول تو حسابته. گوشی رو بفرست. فرستاد.